هیچ چیزشان کار نکنه. خب مشکل اینجاست که ما آن چیزی که تقاضای ایمان است در وجود ما قطعا دیده نمیشه. ما محض مسلمان تذکیری، ولی مطالبه ما چیست؟ کلی کمالات به ما ثابت شود، کلی کامیابی ها به ما ثابت شود، در حالی که از دین و اسلام خود بسیار در 100% 5% معلومات نداریم، 95% معلومات در مورد دین خود نداریم. بازم تقاضای ما است که ما کامیاب باشیم. کامیابی وقتی میاد که ما واقعا سر اسلام فداکاری کنیم، اسلام بشناسیم، اسلام تطبیق کنیم در زندگی خود، او وقت میشه. الله متعال هر دشمن قوی و بزرگ پیشش خیلی آسان است. کسی که تصور نمیکرد روسا زمانی که روزای اول حمله کرد، یعنی یقین به الله بکنه که همون بسیار مردم ها قائل به این بود که کسی در مقابل از این قیام میکنه بالکل دیوانه و بیعقل است. خصوصا همون کمونستایی که در اینجا زندگی کرده بود، نیروی کفار میدید، باز می آمد مجاهدین میدید که تفنگ مشکوش قطعش است، بزرگترین تفنگش. کدام دانه 11 تیره موجود بود، کلاشینکوف، راکت، ایگا پاخ یکیش هم نبود. مردم ها تبر در دستش می بود، حمله میکرد سری ولسوالی ها. یا این مردم چی میگفت؟ این مردم میگفت میگه یا دیوانه شده. ما خوب ده آدم است، در مکتب بودیم، معلمای کمونیست داشتیم و آمدن سنگ تهداب کودکستان هم ماندن که وجت کودکستان جور کنه. دو وقتای کودکستان ها خیلی زیاد چی میشد. اصل هدفی از این کودکستان هم دیگه بود. دمونجا خیلی ریشخند زدن، گفت یا اشرار میگه که ما چی داریم، سنگریزه را دم میکنه، کدامی پیدا شده در بامیان یا لملم میگه چی میگه، او سنگریزه را دم میکنه تانگار از بین میبره، یا یک پاپشه را جواب داده نمیتونه تانگ چطور از بین ببره. این را به طریق ریشخندی بیان میکرد. اما شما دیده که همون نیروی قوی که حتی امریکا و غرب در حراس بود، که روس در مقابل روس وقتی چشم میکشید روس دیگه غربیا خود شور داده نمیتونست، حالی یا شیرک شدن. این از برکت مجاهدین افغانستان، وگرنه غربیا در مقابل روسا به مثل موشواری بود که در مقابل پیشک باشه، هیچ چیز هم نداشت نمیکرد. اما الله متعال چطور از بین برد؟ امو خرس قطبی را، امو که قوت و نیروی خیلی قوی داشت، امیالی دنیای غرب از روسیه در حراس است. خب چیستا که دیده روسیه را مبتلا کرده، کلش جای در کل جای که والی پیشتازی میکنه دنیای غرب از دست برکت مجاهدین است. مجاهدین چچن در اونجا پیدا کردونه، روسیه همه درگیری چی شد. اگر این مردم چیز هم نمیتونه. خب الله متعال که بخواه هر قدرت بزرگ با آسانی از بین میبرد. این فی ذلک لآیه، یقینا در هلاکت فرعون و نجات موسی علیه السلام که در طور چیسته، این نجات اعجازآمیز بود که آب توسط عصاچوب با هم جدا شود و مردم طرفدار شود، لشکر فرعون مکمل داخل غرق شود. لآیتا، نشانه عظیمی قدرت الله متعال، درس عبرت برای او کسایی هستند که کسی مخالفت انبیاء علیهم السلام میکنه، و بالکل درس عظیم است که کسی تابعداری پیغمبر میکنه نجات پیدا میکنه. و ما کان اکثرهم مؤمنین، این نشانه ها و دلایل دلیل بالای ازی بود، مقتضایشی بود که کلگی باید ایمان می آورد، لیکن الله متعال میگه نبود اکثرشان مؤمنین. و این ربک، یقینا پروردگار تو پیامبر علیه السلام، لهو العزیز، ذاتی است که هر ارادش نافذ شده نیست. کسی اراده الله متعال دور دادن نمیتونه. از همون خاطر اراده غرق فرعون کرد، نجات کی را؟ موسی علیه السلام. عزیز شد، فرعون غرق کرد، رحیم رحم، تقاضای رحمشی بود که موسی علیه السلام با امرای تابعداران نجات بده. واتلو علیهم نبأ ابراهیم، تلاوت کد ای پیغمبر علیه السلام علیهم بالای امتی خود نبأ ابراهیم، سرگذشت ابراهیم علیه السلام، داستان ابراهیم علیه السلام که در راه دعوت چقدر تکالیف متحمل شده، برای دفع شرک چقدر مبارزه کرده، عقیده توحید با کدام مشکلات و با کدام سختی ها در بین مردم اشاعت کرده، کدام داستان ها، کدام سرگذشت ابراهیم علیه السلام، اخلاصش، توکلش بالای الله متعال، عبادتش برای الله متعال، بیزاری از شرک و مشرکا و مقابله با امرای پدر، با امرای قوم، با امرای دولت هم وقت مناظره با امرای کسایی که حاضر شدن برای در مقابل الله متعال چیزی بگویا. کلی از این سرگذشت ابراهیم علیه السلام است که درسای عظیم برای دعوتگراست. اذ قال لابی، قابل یادآوری است در آن وقتی که به پدر خود میگه، اشاره میکنه دعوت از نزدیک شروع میشه. اولین کس پدر و مادر از حق همسرت داره،
چرا اول کس باید این عقیده را فرا بگیره پدر و مادرت باشه. و قومی در آن وقتی که گفت به پدر و قومی خود ما تعبدون، به چی وجه یا به کدام دلیلی را عبادت میکنه، یک معنی است، یا چی چیز عبادت میکنه. ابراهیم علیه السلام خب میشناخت که بتاست، چرا میگه که چرا عبادت میکنه؟ به خاطری که یا سخت سرزنش شوه، ملامت شوه، یک کمی چی شوه، سر دگ ریبان کنه که راست میگه چی را عبادت میکنیم. قالوا نعبد اصناما، این مردم ها گفت ما عبادت میکنیم، میبینی به چشم سر کی شکل هاست، مجسمه هاست، فنظل لها عاکفین، همیشه تمام روز لها برای نمی معبودای خود عاکفین ملازمین، مجاور هستیم. مجاور، ما مجاور قطعی از یاستیم، عبادت از یار لازم کردیم. قال هل یسمعونکم، ابراهیم علیه السلام بسیار دلایل ساده قناعت بخش پیش میکنه. باید رب کسی که عبادتش میشه سه صفت داشته باشه. یکی شنیدن آوازی تا، فریادی تا، علم داشتن بالای حالاتید و دفع کردن ضرر، یا در وقتی چیستا مشکل بری تو تکلیف پیش میشه او را دفع بکنه. هل یسمعونکم، آیا میشنوه؟ صفات عبودیت خویا نداره. چه قسم است؟ با کدام دلیل؟ استدعون، در آن وقتی که شما آواز میدی مشکل براتان پیش میشه یا مصیبت براتان میرسه. او ینفعونکم، یا نفع میده شما را که شب و روز دهی عبادت میکنه، به نامش نظر میکنه، ذبح میکنه. او یضرون، اگر تر کنه شما را ضرر دادر میتونه. دلیل نبود، هیچ نوع سند برایشان نبود، کدام راه را در پیش میگیره؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، بلکه ما پیدا کردیم پدرای خدا، کذالک اینمی رقم یفعلون، کارا میکرد ما هم در دنبالش روان هستیم. اینی را مردم میگه تقلید کورکورانه، پدرای کار انجام داده، از او خاطر دیگه سند و دلیل نداشتن. برای خود سند چی را میگم؟ پدرای کار کرده. پدرها تاسف از قول مشرکین بود. قومی کی؟ قوم مشرک ابراهیم علیه السلام. وای گپ میزد که ما پدرای کار کرده ما میکنیم. امروز مسلمانای ما خصوصا ریش سفیدا امیگه میگه نه 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 نه، ما گپی تو را قبول نداریم، پدرای ما اینمی کار کرده ما این کار میکنیم. امروز اینمی مقوله کی گشته؟ مسلمانا. و کسی که داد میزنه که ما الله را هم قبول داریم، رسول الله را، قرآن هم قبول داریم، میگه قرآن هم قبول داریم، دروغ میگه قرآن قبول نداری تو بدبخت. کسی که پیروی پدرها را، کدام پدرها؟ امو پدرهایی که در خرافات روان است، رواجای کمر شکن، عنعنات بگوی بسیار شرماور، ایره برای خود دین جور کرده و کمر مسلمان ها را شکستانده. امو را شما پیروی میکنه. دیگه دلیل نداشتن، فقط اینمی روش مشرکین است که همیشه میگه پدرها اینی طور کرده ما میکنیم. عجیب است. الله متعال بدی از یارا بیان میکنه، عقل چیست سالمی خدا بیبی، هوشمندی از دوی را بیگی، فکری از یارا بیبی، این منطقی خدا بیبی، کلش نعوذ بالله زیر پای تقلید میکنه. خیر و خلاص. قطی چکوش تقلید کوبیده رایسته. چرا همین چیز چرا عبادت کنیم؟ عبادت برای چی میشه؟ قال فرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراهیم علیه السلام میگه خبر بده مرا و فکر بکنید ای مورد که عبادت شما و پدران شما دلیل شده میتونه یا نمیتونه. شما که ایره دلیل میگیری، خود دلیل نیست. افرایتم، خبر بده مرا، ما کنتم تعبدون، آن چیزی را که شما عبادت میکنی، انتم شما و آباکم، پدرایتان، الاقدمون که پیش دیر شده. یا دلیل است؟ قطعا دلیل شده نمیتونه. فانهم عدو لی، یقینا یا کلش دشمنا برایم است. چی مانا؟ ما عبادت از یار نمی کنم و هیچگاه انسان تسلیم به دشمن نمیشه. چیزی را که شما عبادت میکنید دشمنیم است. الا رب العالمین، بجز از یک الله. بله، ما یک الله را بری خود دوست میگیرم. چرا؟ رای را که تعقیب میکنم یک نفر قطعا هماهنگ موافق نیست. از او خاطر در حقیقت رای دشمنی کلگی را به خود میگیرم، لیکن افتخار دارم کل مردم دشمنم باشه، مردم مرا بد بگویه، رقم تدابیر بگیره، لیکن یک الله را میگیرم که دوستی ما باشه. مومن اینی طور است. کسی که خدا در ملت ابراهیم علیه السلام میگیره، دعوایش داره، زمانی که حکم دین برات آمد کل قوم یک طرف است، تو را سرزنش میکنه، توهین میکنه، تهدید میکنه، کل قوم بگذار، یک الله را بگی، الله عزت برات میده، قطعا میده. لیکن ما امروز بگوی نه توی خدا، نه مردی خدا، نه زندگی خدا،
کلش به طریق شریعت نمیتونیم. چرا؟ لحاظ و ملاز چیست؟ قوم و دوستا و فلانی خان است. مردم اینطور میگه. مردم همیشه ما عبادت مردم بکنیم؟ ما زیر فرمان مردم هستیم؟ نه. اگر کسی ابراهیمی است باید اول آوازش همی باشه که در تعقیب رایم ولو که کلی قوم مخالف باشه هیچ باکی ندارم. چرا که یک دوست میگیرم که الله متعال است. او چرا نگیرم الله را بگذاریم مردم ها را بگیرم؟ چرا؟ مردم چی کده؟ مرا پیدا کده، مرا روزی میده، مرا عزت داده میتونه، مرا چی کده میتونه؟ مردم چیست؟ من ذاتی را در دوستی میگیرم، عبادتش میکنم که کلی چیزا در اختیارش هست. آلی دیگه صفتای رب العالمین هم بیان میکنه و دلیل هم میگه. چرا من یک الله را میگیرم کلی قوم و دولت و کل گیره ترک میکنم، یک دم بری خود دشمن جور میکنم؟ یک ابراهیم است، یک شخص است، یک شخص است. همیشه راهیابی در کثرت نمی باشه که مردم خیلی زیاد این کار میکنه درست است رواست. نه، ابراهیم علیه السلام یک شخص است، کلی مردم بت پرست است. الذی و ذاتی که آلی تعریفی رب الله میکنه به 8 صفت. اول الذی و ذاتی که خلقنی مرا پیدا کرده، بهترین صورت قد و قامت برم داده، فهو یهدی، نه تنها که مرا پیدا کرده بلکه او مرا هدایت میکنه. یعنی راه و رسم زندگی و بندگی را الله برم نشان میده. چه قسم زندگی کنم، کسب معیشت کنم، چطور کار کنم، این نظام هم الله برم روان کرده و طریق بندگی هم الله روان کرده. انسان در هر دو حالت تسلیم نظام الله هست. اینطور نمیشه که تنها در مسجد عبادت باشه، در دکان باز عبادت نیست، اونجا قانون اسلام رعایت نشوه، در مسجد عبادت شوه، در خانه نه، در مسجد عبادت شوه، در دفتر نه. هر دو معامله به الله تعلق داره. هر دویش الله متعال نظم بر ما مقرر کرده، ما را هدایت کرده. چرا ابراهیم علیه السلام میگه الذی هو یطعمنی و یسقین؟ چیزایی که قوام جسم یا چیست تندرستی جسم سرش میشه او را پسان میکنه. اول چیزی که برای خود بیان میکنه هدایت بیان میکنه. انسان خیلی نیاز به این داره که چی؟ قوام روحی انسان خوب شوه. روح انسان کدام مفکوره را بگیره و به کدام منهج عمل بکنه، بندگی بکنه. این خیلی مهم است. مسائل رزق مهم نیست، از او خاطر را پسان میکنه. والذی و ذاتی که هو یطعمنی، او مرا طعام میده و هو یسقین، مرا نوشاک میده. بندوبست قوام جسم مرا الله متعال کرده. هر جا که غذاها میوه خوراکا را میبینم الله پیدا کرده، کسی دو دخیل نیست. آبم الله پیدا کرده، قوام بدنم است. خو عجیب است. پیدا الله کنه، راهنمایی تو را الله بکنه، طریقی خوردن، نوشیدن، زندگی کردن، خواب کردن، همه گپار الله برات داده. ابراهیمیستی؟ بله. طعام و نوشاکم الله متعال برات داده. پس مقتضای اینمی صفتا چیست که من عبادتم خاص برای الله بکنم؟ چطور شده میتونه؟ این کلی کارا را الله کرده، اما وقتی نظر که برسه باز ما برم در نام مخلوق بکنم. مشکل که سرم بیا باز به نام مخلوق صدا بکنم. چطور بکنم؟ یا عبدالقادر جیلانی گفته، یا سخی صاحب، یا فاطمه زهره، یا ابوالعباس گفته صدا بکنم. عجیب است. چطور شده میتونه؟ امروز هم مردم میگه به ملت ابراهیم هستیم. دروغ چرا میگی؟ الله شما را پیدا کرده، اول پیدا کردن ایتان عقیده به الله نداری. یک زیارت نمانده اولادم نمیشه، یک زیارت نمانده بچه باقی نمیمانه، کلش دختراست. تمام روز همینطور نیست. باز اولاد شده او را در بند آقا صاحب کلان میکنی. عجیب نیست؟ و اذا مرضت فهو یشفین. چطور ابراهیمی شده میتونیم؟ زمانی که مریض شوم الله مرا شفا میده. آلی زیارتای غزنی شفا میده، تاری سرخکانی لغمان شفا میده. عجیب است. این چه بدبختی و لعنت است که دی امت آمده از کتاب الله دور زندگی کرده کلی عمر. این مراکز شرک قابل تخریب است که مردم در بدر شد، در بدر. این قبرایی که گنبتای کلان سرش زده شده یا از نگاه شرع قطعا حرام است و قابل تخریب است، یا عیناً حیثیت مسجد ضرر داره. کدام چیز که سبب ضرر به اسلام میشه او آبادیش گذاشتن قطعا درست نیست. او باید از بین بره. چرا مردم گمراه شد، در شرک مبتلا شد. مرض خدا از اون ناحیه میگه که شفا میده، اما باز میگه من ملت ابراهیم هستم. دروغ چرا میگی؟
ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت، وقتی که من مریض شم، فهو امی الله متعال یشفین، مرا شفا میده. والذی یمیتنی، و ذاتی که مرا میمیرانه، ثم یحیین، بعد از او زنده میکنه. کی است که همین کارا را بکنه؟ والذی اطمع ان یغفر لی، او ذاتی است، یعنی ما رب العالمین او ذاتی است، اطمع که طمع دارم ان یغفر لی، که بخشش کنه برام خطیاتی، مبارزه شبیبی، دلیلگویی شبیبی، محنت و زحمت شبیبی، لیکن بازم چی نمیکنه؟ نام خدا قهرمان نمیماند، طوفان نمیماند. نه این کارا را نمیکنه. عبادت الله را میکنه، ترس خوف از الله داره. بازم میگه که دما قصور وجود داره. ما یک روز در لیلت القدر میشینیم، صبح انتظار داریم که بعد ملک سلام سر ما پرته، که ما یک روز شیشته او رام شیشتیم در چی؟ گاهی خربوزه خوردیم، گاهی تربوز، گاهی چای خوردیم، گاهی نان. عبادت گریانی گپام نه. ما شب همونطور تیر کردم مولوی صاحب. خب که تیر کردی چی میگی؟ چی کنم؟ یک بالاخانه برات پرتم؟ نه چی کردی؟ نعمتهای الله متعال قدر استفاده کرده. ابراهیم علیه السلام چی میکنه؟ مبارزه یک تن است، یک تن، با پدر، با قوم، با خیش اقارب کلگی زده، با دولت زده، لیکن بازم امی عبادت، امی مبارزه خود کم میدانه. میگه طمع دارم که الله مغفرت کنه برام خطیاتی، گناه ها و خطاهای ما را. انبیاء علیهم السلام است، درس بر ما میده. پیغمبران خطا نداره، معصوم است. لیکن ما دو روز که نماز بخوانیم تو میگی خلاص دیگه همه جنت بری خود تکی خود گرفتیم. تو بترس که الله عبادت قبول کرده یا نه. یوم الدین، در روزی که پاداش و جزا داده میشه، دو روز رسوا نشویم. رب هب لی حکما، آلی اش صفت رب بیان کرد که رب این میسته و همین صفت ها در غیر الله در دیگه کس پیدا نمیشه، که نمیشه. حق عبادت هم تنها برای یک الله متعال است. ابراهیم علیه السلام قوم بسیار محجوج کرد، زیر استدلال خود قرار داد. آلی سر بالا کرده نمیتونه، که راست میگه، همین کارا رو الله کرده، اما بتا را خود میسازیم، باز برش عاجزی میکنیم. آلی 6 دعا میکنه، 6 دعا. در 6 دعای خود بسیار چیزای مهمه. 3 چیزی مهمه که تعلق برای اسباب زندگی سعادتمند توسط از او برابر میشه، و 3 اسباب دیگه، 3 چیزی دیگه که سبب سعادت آخرت میشه. هر 6 چیزا ابراهیم علیه السلام دعا میکنه، طلب میکنه. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. رب کی است؟ حق رب کدام است؟ حق رب است که از الله طلب کن، سوال از الله بکو. خود چی را سوال بکو؟ اول علم نافع را. رب هب لی حکما، ای پروردگار بخشش کو بر ما حکم. مراد از حکم در اینجا علم با امرای عمل است، یعنی هر آن چیزی که آدم معرفت هم برش حاصل شوه و تطبیق هم بکنه. از او خاطر مفسرین میگه مراد از حکم معرفت ذات الله، صفات الله، معرفت حق و معرفت احکام حق. این میگه چی؟ حکم. احکام الله را بشناسی، ذات و صفات الله را بشناسی، این برات حاصل شوه. این علم نافع میگه. نافع، علم نافع میگه مطلق علم معرفت حق است. نافع است که حال مقتضیات و تقاضاهایش میشناسی که تو را عملی میکنی. از او خاطر چیست؟ در اول در حکمن طلب ادراک است، دریافت حقیقت است که حق تو دریافت کنی. بعد از او دوم میگه والحقنی بالصالحین. در دعای دوم توفیق عمل طلب دار از الله. والحقنی بالصالحین، مرا به صالحین ملحق بساز. صالحین کسانی هستند که حق الله و حق بندگان الله را مکمل تکمیل کرده. پابند کتاب الله و سنت کیست؟ رسول الله است. تنها زبانی مؤمن نیست، صالح کسی است در عمل، در زندگی خود بالکل به مردم نمونه است. به مردم چیست؟ ظاهر کرده، آشکارا کرده که بله ما اینی عقیده را دارم. تنها مسلمان نظریاتی نیستم، مسلمانی عملی استم. از او خاطر این چیست؟ والحقنی بالصالحین. این را میگه عمل صالح. دوم چیزی که برای خود طلب کرده عمل صالح است. سوم وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. مرا بگردان لسان صدق، یادی نیک، فی الاخرین، در مردمی آینده. در مردم آینده نام نیکی مرا برقرار داشته باش، یعنی یادآوری ما خوب شود. در چی چیز؟ عالی میگه که مرا یادی مرا چیست دوامدار در مردم آینده داشته باش، که الله دعایش قبول کرده. عالی در کل نمازتان کدام پیغمبر یاد میکنی؟ ابراهیم علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم میگه.
ابراهیم علیه السلام افتخار کلی طایفه است. یهود میگه از ماست، نصارا میگه از ماست، مشرکین میگفت از ماست، مسلمان ها خود سر جان میده، خود لیکن جان میده روشش تعقیب نمیکنه. ابراهیم واره پدره که الله تایید میکنه که چیست؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفی نفسه. کیست که اعراض بکنه از ملت و روش ابراهیم علیه السلام مگر کسی که خود در بیعقلی زده. ابراهیم علیه السلام امام الگوی واقعی است، بالکل که کسی او را تعقیب کنه را و روششه. او هم پدر است، او پدر دنبال نمیکنه را و روششه. این پدرای نزدیکی خود که چوپانی کرده، قمار زده، بگه نعوذ بالله له لعب کرده، سازنده بوده، از یا تابیداری میکنه، میگه رای پدرها و نیاکانی خود اله کرده نیستیم، اله کردنی نیستیم. چه رقم؟ این سه دعا برای اسباب چیست؟ سعادت دنیاست. علم، عمل و یاد نیک برای تو میسر شوه. این بالکل انسانی کامیاب است. انسانی کامیاب است که وفاتم بکنه مردم برش دعا میکنه که نامش میگیره، میگه الله ببخشه بسیار نیک آدم بود، منفعتش به مردم رسیده. ابراهیم علیه السلام میره میگه